دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به آشپزی امروز ما. امروز میخوایم کباب مرغ پخته کنیم، البته کباب سینه مرغ که مواد لازمش شما اینجا میبینین که 1.5 کیلو سینه مرغ است. نمک داریم، پاپریکا است، مصالحه مرغ است، مرچ سیاه البته سفیدش است، تخم گشنیج است، روغن زیتون است، زعفران داریم، جوشاندهش است، البته یک دانه مرچ دلمه سبز داریم، لیموس، پیاز، سیر. در قدم اول ما گوشت به قطعات خرد توته میکنیم که برای کباب آماده شود برای اخته کردن. و دوستا خواهش من از شما است که لطفا کانال کسایی که سابسکرایب نکردن دوستا سابسکرایب کنین. دوستان عزیز شما لایک و کامنت فراموش نکنین. در قدم اول گوشت پاککاری میکنیم. بعدا از وسطی را دونست میکنیم به این شکل. و ایره به می اندازه که برای سیخ آماده باشه جورش میکنیم، میبریمش البته دوستا به این شکل. به این شکل هم گوشت توته میکنیم دوستا. دوستان عزیز گوشت به این شکل همش ما توته کردیم. شما اینه که به این قطعات خرد که البته برای سیخ کردن یا بسیار مناسب است توتش کردیم. پیاز از بین دونست میکنیم. پیازا توته شد دوستان، این را اضافه میکنیم داخل گوشت. به این شکل مرچ دورمه را توته میکنیم. اینم داخل گوشت اضافه میکنیم. مرچ دلمه را توته کردم اضافه میکنم. زعفران اضافه میکنم. 2 قاشق روغن زیتون اضافه میکنم. آب لیمو اضافه میکنم. سیر اضافه میکنم. 3 دندان سیر اضافه میکنم دوستو. یک قاشق نمک اضافه میکنم. 1 قاشق
تخم گشنیج اضافه میکنم، نیم قاشق مرچ سیاه اضافه میکنم، مصالح مرغ نیم قاشق اضافه میکنم، نیم قاشق پاپریکا اضافه میکنم و در آخر 3 قاشق ماست اضافه میکنم و این خوب با هم مخلوط میکنم. این بر مدت 1 ساعت میگذارم، 1.5 ساعت، بعدا باز زیر کباب میکنم. کباب ما آماده شده، حالی را ما سیخ میکنیم و بعدا کبابش میکنیم دوستان. همین شکل سیخ میکشیمشون. کبابا رو سیخ کردیم، حالا میره سر آتش کباب میکنیم. کباب آماده شده دوستا. دیگه امیدوار هستم از ویدیوی من خوشتان آمده باشه. ویدیو را لایک کنه، سابسکرایب کنه. در پالی از یک سالاد بسیار خلاص گرفتیم، کمی چتنی است و دیگه آماده خوردن است. تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم.